سلام کنید تو خونه من. بچه امروز توی آمریکا قرار به تو فروشگاه والمارت نشون بدم، ولی قبل از که ویدیو شروع شه بگم که اینجا من که الان تو شهر آمریکا هم، اسمش از کانزاس سیتی، یه دونه شهری آمریکاست که خوبه میدونی و واقعا خوبه. مثلا تگزاس هم مثل اینجاست، ولی خب آب و هوا جفتشون یکی هست. نمیدونم چرا پریدم با آب و هوا، ولی اوکی. بعدش بهتون بگم که والمارت کل شعبه داره. اگه به رو مپ نگاه کنید می‌بینید که کل شعبه‌اش روی آمریکاست، یعنی توی یونایتد استیتس خیلی چیز داره، همون شعبه داره و شعبه‌اش اینجا که همه وسیله‌اش یکی همیشه شبیه هم از کشور دیگه باشه، فقط طرح فروشگاهش فرق میکنه، وگرنه همه شبیه همه. خب اینم بگم که الان چیزی که میخوام بچه راجع بهش حرف بزنم کیزیه. من میگید کیزی چیه؟ بچه کیزی خب یه چیزیه که یه دونه فوتبال آمریکاییه که خیلی خیلی طرفدار داره. اینجا وایسام، اینقدر طرفدار زیادن که بچه میلیونری اصلا طرفدارش میان بالا. امروز قراره راجع اونا بهتون هم وسیله‌هاشون و لباسشون و دخترانه پسرانه مردم و زنانه چیزا سری گفتم و آره دیگه نشون بدم. قبل از اینکه ویدیو شد لایک کن و ساب کن because I'm so helpful for this video bro. آره دیگه عزیزم، خیلی کمک کردم واسه این ویدیو که بخوام بگیرمشون. واقعا چون اولین ویدیوته اینجوری که حس شای بودن داری عزیزم. راستی نمیگه که من رایگان بهت انگلیسی یاد میدم، چه بهتر. و برای فان بازی یکم کرینج نیستیم، ولی اوکی. قیمت داشت نمیدونم چی کار کنم. بریم شروع کنیم برای وسیله‌های لباسای کیزی. دوستان اول بهتون بگم که اینجا لباسای کیزی هم میدونید نوشتن کیزی. اینجا مردوناشه ولی زنوناش هم بهتون نشون میدم. حالا این مردم که اینجا الان اون کیزی پوشیده و چقدر مردم زیاد شدن و that's really tricky. ببینید دارم انگلیسی باتون حرف زدم که بهتون یاد بدم. اوکی بچه یه چیزی هم بهتون یاد بدم. بچه ببین اینجا اصلا نمیشه کلیرنس. اگه دید یه چیزی نمیشه کلیرنس یعنی تخفیف خورده. اینجا کلیرنس میشه تخفیف. معنی بگو تخفیف کن تخفیف کلیرنس. اوکی بعد اینجا نمیشه واز. میدونیم معنی واز چیه؟ واز یعنی بود. مثلا بگیم این اینجا بود، بگیم this is was over here. اوکی این was $16 and is being $9. الان معنیشو میگم. نوشته $16 بوده اما شده $9. بچه راستی یه چیز بگم، $9 و $10 زیادن. الان میگید نه زیاد میشن، ولی بیای آمریکا میفهمی چه زیادن گلم. آره دیگه بریم سراغ لباسای این چیزا و بهتون بقیه رو یاد میدم. اینجا شما تیشرت های کیزی رو میبینید. نماد کیزی هم الان بهتون نشون میدم پیدا کنم. اوکی بچه این نماد کیزیه که ببینید پشتم فقط کیزیه. اینجا ماگاشه بچه ها، ماگ داره مثلا توش قهوه پر میکنی، چای، آب، همه چی. اینقدر خوبه. بعد دیگه پتوی نرمم داره دیگه، قمقمه داره، چون پسر مطلمون چون مخمونو میخورن بچه ها میتونن همون. آره اینجا اتا لیوانشون داره، عرسکش هم داره دیگه. بزنشون داره اینا لیواناشونه. نشکنه صلوات به همه تحت داره اینجا براتون. و آره اوکی بچه ها اینجا هم پلاک ماشین داره برای کیزی. فکر نکنم پلاک باشم. اوکی استیکر کیزی رو داره دیگه، چه میدونم. اینو نمیدونم برای چی استفاده میشن، اما این چیزی کیزی هم داره. کسایی که تو تیم کیزی بازی میکنن این هم تیشرت های مردونش و پسرانشون دارم بهتون نشون میدم بچه ها. اینقدر طرفدار داره فکر کنم چون بچه مدیر والمارت که اصلا والمارت رو اختراع کرد فوت شده و فکر کنم کیزی دوست داشته، عضو تیمش بوده و فروشگاهشو پر از کیزی کردن که به یادش آره باشه خیلی رحمتش کنه. بریم براتون جای دیگر نشون بدم، یعنی کیزی های زنونه.
بهش یک کیزی گذاشتم، میخوام یه چیزی چون بدم. اینجا تو کیفای مدرسه‌شونه، ولی کیفای مدرسه‌شون اصلا خوب نیستن، می‌بینی شلوغ پلوغن. اصلا ظرف لانچ دارن، چون بچه ما تو مدرسه‌مون ناهارخوری داریم، یعنی اینقدر بزرگه، چیز لانچ هم نیست، اما شلوغ میکنن اوکی. ولی یه تیپ خریدم واقعا خوبه، اصلا شلوغ نیست، مارک پلوه، عالی. اینجا لیوانای کیزی دوباره، همه جا که فکر کنی لیوان کیزیه، شاید باور نشه. دیگه چیکار کنم؟ بریم بچه یه جا نشونتون بدم عینکاشون. اینجا عینکای اینجوری میپوشن که رنگاشون این شکلیه. یه دونه براتون امتحان کنم، مثلا این یا اول با همین میام تو خوابت شب بچه. میذاریم سر جاش به این شکل. بچه خودت من سر جاش نذاری نمیام میزنم، ایبی نداره، عیزه دارم. اینجا دیگه چه دونم از ایناست، هیچی. آره دیگه کیف میف جاسون پرس اسم بازیر گفتم what the hell. آره اینجا برای روتین پوستیه بچه، اینجا اینجوری روتین پوستی میذارن و منو نگاه کنید با اون عینکی که گذاشتم، با این کلاه شب میام تو خوابت داریم همینجا. اما که جاستین هم هست. بعد بچه من یه دونه لباس جاستین دارم، ببینید میپوشیش انگار لاغری، مثلا کمرت اینجوریه، به خدا میگم. جاستین نمیدونم چرا اینجوری میکنه، اما خب بچه اونجا نبینین، من خودم رو نمیبینم چون اینجا اصلا چیز بدیه بچه. بهتر از این محدود خارجم، هر میانم خارج نمیشم. خب داشتم بهتون میگفتم بچه ها دیگه. آره دیگه کلی وسیله های دیگه هم هست. میخوام برم سمت کیزی بچه ها که دخترانشم بهتون نشون بدم. دخترانشه اینجا سیرت های کیزیه دیگه، چه میدونم پیجامات کیزی، این لباسی و این لباس های اون شکلی. و عشق دلم چطوری؟ از این ویدیو بعدی چی درست کنم تو کامنت ها حتما بگید نظرتون رو. فقط یه چیزی هم که هست میخوام بهتون لباس نشون بدم. بعد آمریکاییان جان که لباس های اینجوری میپوشن که مدرسه دیدید که کراوات داره، که مانتو داره. من دوست ندارم اونجوری، مثلا اینجوری باشه که شبیه اورباست باشه میدونی، و مثلا اینجوری عریضمونه و